مرادخانی شهر کابل هست. خانه های مرادخانی شهر کابل است که در حال بازسازی دوباره هستن. ما شیوه سابق یا کم کم محکم کاریش میکنن سالتر بگویم و میخواین که حفظ شود یا سال دیگه. ما هم دوستان عزیز نشان بدم، این دوستان عزیز چرمگری هاست. این تیرها رو میبینین که چرما رو جدا میکنن دیگه. اون هر چی خواستن باز میسازن، از چوکی چرمی گرفته تا همه چیز، تا دولچه چا و دیگه هر علو پاچه رو ببینین، شکمبه رو ببینین. این شکمبه از دوستان عزیز شکمبه خوش دارن یا نه؟ اینی بیادر ما مینه شکمبه آورده در کراچی، این بازار کلو پاچه پلکشتی دوستان عزیز. قبلا اون طرفتر بوده این بازار کلو پاچه، باز اونجا که جور شد ایسو آمد. دل است، روده هست. روده من ببخشید دوستان عزیز، گرده روده خورده نمیشه. گرده به خاطر کباب بعضا میبرن، بعضا جوش میتن میخورن. سلام و درود نصار تک تک شما عزیزان، انشالله که خوب و صحتمند باشین. دوستان نهایت گرامی و روزگارتان به خوبی، خوشی و آرامی سپری شود. دوستان عزیز در پیش روی ما یک شکل میبینین مسجد ابوالفضل است و این خانه های دیگر هم که میبینید خانه های قدیمی در حال بازسازی هستند تا میراث فرهنگی حفظ شود. خانه های مرادخانی شهر کابل هست. خانه های مرادخانی شهر کابل است که در حال بازسازی دوباره هستن. ما شیوه سابق یا کم کم محکم کاریش میکنن سالتر بگویم و میخواین که حفظ شود یا سال دیگه. ما هم دوستان عزیز تصمیم داریم اما بریم از این طرف از بین از این چرمگری ها رو ببینیم و پیش بریم. اینی که از دوستان عزیز پنیر شور است. این بسیاری پنیر شور است، بسیار زیاد به حد اندازه. دونه فکر کنید خود نمک هم میخورین به این اندازه شور است. مگم بسیار یک مزه خاص هم داره، بسیار دیگه. واقعا یک پنیر بسیار عالی، زیادتر میره دیگه. فکر کنم در این طرفایی که مردمان هزاری ما هستن زیادتر میره جور میکنن. اینجا دوستان از آهنگری ها هست. میبینم خانه های قدیمی مرادخانی کابل. این دوستان عزیز از دروازه هایش تا کلکینایش و همه از همون قدیمی های قدیم هستن. و این طرف هم دیگه نمو آهنگری ها. از یک پیشه بریم دوستان عزیز باز شرمگری ها میشه. این طرف شرمگری ها از دوستان عزیز که در تصویر میبینین دیگه یه پیشتر کلان شرمگری ها میشه. خب دوستان عزیز قصد اصلی ما بازدید از پلخشتی و بازار پلخشتی شهر کابل است. چون این طرف دیگه جالب تر بود. از سرکیس آمدیم که اسم براتون نشان بدم. این دوستان عزیز چرمگری هاست. این تیرها رو میبینین که چرما رو جدا میکنن دیگه. اون هر چی خواستن باز میسازن، از چوکی چرمی گرفته تا همه چیز، تا دولچه چا و دیگه هر چی که دلشان شد دیگه. دوستان عزیز از دیگه کفایت میکنه. اینجا چند بار قبلا دیدیم که نگوین کال ویدیو باز دوباره ویدیوهای قبلی است. میریم طرف بازار پلخشتی میریم دوستان عزیز. این بازار پلخشتی شهر کابل است که میبینین مردم محصولات خود آورده. طرف چرمگری ها هست دیگه دوستان عزیز. تصمیم بیره ببینین دوستان. این میوه 20 سنت پشت سال از دوستا میوه بی بود. سیر است، کدو هست نه. اینیم دوستان عزیز دوباره از همون پنیرای شور هست که در تصویر میبینین. اونجا هم دوستان عزیز پشتون مارکت است، موبایل سنتر هست که در تصویر میبینین. البته دیگه اون طرف دریا هستن، اون طرف پل هستن. کار ساخت ساز زیرزمینی هم دوستان عزیز تمام شد. سرکش هم کارش تمام شد و باز شدن هر رویشان دیگه. ویدیوش هم چنان نشر شده. در آینده نمی 2-3 روز آینده دوباره یک ویدیوش هم نشر میکنم تازه تر. ببینید از ویدیوها همچنان باشین. این دوستان عزیز بازار است. کلو پاچه رو ببینین، شکمبه رو ببینین. این شکمبه از دوستان عزیز شکمبه خوش دارن یا نه؟ اینی بیادر ما مینه شکمبه آورده در کراچی، این بازار کلو پاچه پلکشتی دوستان عزیز. قبلا اون طرفتر بوده این بازار کلو پاچه، باز اونجا که جور شد ایسو آمد. دل است، روده هست. روده من ببخشید دوستان عزیز، روده خورده نمیشه. گرده به خاطر کباب بعضا میبرن، بعضا جوش میتن میخورن.
دیگه میگن فایده داره. منم میفهمم چه قسم فایده داره. میگن که فایده داره دیگه. این طرف دیگه بازار ترکاری میشه دوستان عزیز و انارها رو ببینید. چی یک انار داره دوستان عزیز. دوست ما بزرگ بزرگ اما تو سرخ سرخ خوش آدم میگه که از این دور میبینه. دوستان عزیز ما تو پیش میریم به طرف پل خشتی دیگه. ما تو باز از طرف فروشگاه میبریم طرف پل باغ عمومی. دوستان عزیز ما در روزهای گذشته رفتیم تگاب و اوجا از باغ انار، از خود باغبان انار براتون ویدیوهای جور کردیم که گزارش بود از باغ انار و از باغداری و همچنین بسیار یک جالی خطرناک شده بود دوستان، تا جایی که زمین سرک لر کرده بود و موتر رفته نمیتونست. اگر میخواین که ویدیو رو ببینین دوستان عزیز حتما به کانال ما سر بزنین. نمی قریه به قریه بدم لاست ویدیو میتونین که ویدیو رو پیدا کنین. نمی طرفتر دیگه دوستان عزیز. اینطور اون مسجد بزرگ پل خشتی هست دوستان عزیز در تصویر میبینین و این طرف هم آب انار است و دست فروشی ها. این هم سرک است که دوستان عزیز تازه ایجاد شد، تازه بازسازی شد. البته این سرک قبلا دوستان عزیز دست فروش ها بودن بسیار زیاد، تو گدوات بود، نمیفهمم خامه بود، یه موتر نمیرفته دوستان عزیز. خود موبایل فروش ها کسایی که مالچه میکرده اینجا بود دیگه. حالا به یک سرک بسیار زیبا مقبول و عالی تبدیل شده که زیر زمینی همچنان داره. میگم تو پیش میریم دوستان عزیز. ما این طرف دور میخوریم. مسجد پل خشتی را همچنان در تصویر دیدین. در این بغل ماست که از مسجدهای قدیمی شهر کابل است که درختای ناجوی بزرگش تصویر برداری را دیگه ازش غیر ممکن میسازه دوستان عزیز. بسیار کم کم معلوم میشه از پشت درختها. این مسجد پل خشتی. این طرف دوباره بازار است دوستان عزیز، بازار فروشگاه که بازار بیربارش به حد و اندازه هست. پیشوی ما صاف شده دوستا. این بازار همونطور که طلو سلو با پیش میریم. سیب ببینین دوستان عزیز. آب سیب گلاس 10 افغانی خالص پیش رویتان میکشه دوستان عزیز. آب سیب مفیدتر از چی پیدا میتونین دیگه؟ مرغکای رقصان دانه 10 افغانی. 10 افغانی بسیار ارزان گفته دوستان عزیز. نگم 10 افغانی بده. 10 افغانی صدا داشت دیگه. قبلا من یادم میاد وقتی که طفل بودم یک از اینا میخواستم باز دید از زیرزمینی کابل پیدا میکنین دوستان عزیز. دمی چهارراهی فرهنگ بسیار قیمت بود، بالای 100 افغانی فکر کنم وقت گفته بود. حالا نمیدونم چطوری 10 افغانی صدا کرد. کشته دوستان عزیز. 3 جورا جراب هم 50 افغانی. این دوستان عزیز سرای شاهزاده شهر کابل هست که حوالجات تماما همیجا انجام میشه و اقتصاد افغانستان هم دوستان عزیز تقریبا دیگه همین سرای شاهزاده و بانک مرکزی افغانستان میچرخانند، همون نرخ ارز و همین چیزا رو دیگه. دوستان عزیز امیدوارم از ویدیو خوشتون اومده باشه، ویدیو رو لذت برده باشین، ویدیو رو لایک کنین، در کانال همچنان سابسکرایب کنین تا ویدیوهای بعدی همه‌تون به الله متعال پاک و بی‌نیاز میسپارم. روز روزگار خوب و خوش داشته باشین، در پناه الله متعال باشین. الله حافظ و مددگار همه‌تان.